арабшо компанияро таҳти рақами 04 даъват мекунем. яке аз ҳунармандони машҳур ҳаҷими нигорони шинохта арабшо компания. марҳабо. لذتی دنیا زن و دندان بود، به زن و دندان جهان زندان بود. چنانه که گذشتگان ما، استادان ما، بزرگان ما فرمودند ای لوزن و ای لوزن، میبخشید اول زن و آخر زن و مابین زن و آنگاه زن و زن نمود شرط خطی بزن. از بخشش زنها و مادرها بخشش. من اونقدر طرح داده نمیتونم برای زنها، برای که خودم زن ندارم. انا کوشش میکنم که رنگی زندارا فهمانده بتونم برای شما. میگن که هر چی ما را خور و زار میکنه، گردن کجمون میکنه، پیش کل و کور و نامرد دست رازمون میکنه، ناس و سیگارت میکنه. هر چی ما را بیمار میکنه، هر چی ما را شرمنده میکنه، به آبرو میکنه، در بین دوست و دشمن رکلاممون میکنه، ای زن و فرزندمون جدا کنیاک و عرق میکنه. هر چی ما را بیمار میکنه، تیپر کلاسمون میکنه، پشت پنجرمون میکنه، زنده بگورمون میکنه، ای کارا نشه و گیره میکنه. هر چی ما را مرد میکنه، مرد و نامرد میکنه، جشمه اتیاق شب میکنه، ای کارا تاق زن میکنه. یک قرصک برای زن و مادر ها میزنید. شما مادر ها، مادر جان ها، شما دل شکسته نشین. همین شما هستین و ما مردا هستیم. همین زن مردم اگر نباشن ما مردا عموما وجود نداریم. همین خیلی اوچم با ها میگه مردکان نباشن شما یکی جا میشه. حقوق زن و مرد برابره، حقوق زن و مرد برابره. برای همین گفتن که ما مردها زنکا شما شکرانه کنید که ما مردا نه اینکه عقل و هوش و گوش، بلکه تمام عضو بدن ها من رو به شما هدیه کردگی. سلامت باشیتون. و در آخر یک شعر گم میزنم، یک شعر که قشلاقی مخدم که در دهه کلان شیدم. برای همه میگم که ای چرخ فلکا، ای چرخ فلکا مرا به چرخ آوردی، ای قشلاقی بده مرا به شهر آوردی، ای قشلاقی بدم در خر سوار میگشتم، ای سرگشته مرا پیشی 07 آوردی. سلامت باشید. ای فرصتی مستنفید میبخشید، ای فرصتی مناسب همه شما را خوش آمدید میگم و یک فلکی دشتی برای شما میخونم. نام فلکی من نرکشی ماده پروره. همه غزلی نرکشی ماده پروری من برای شما. ای در فصل بهار، هی در فصل بهار، ای جیره به پشت میگرده، اینولونم نولونه. ای در فصل خزان، هی در فصل خزان، خرخوتیک شد دوست میدارم، اینولونم. اگه ما حافظای تویگر که هستیم مینی دیسک هر چی خطی میخونیم جوای خوندن زوری میکنم اونا. سلامت باشید. یک بار دیگه همه شما خوش اومدید. آموزش چند ژانر؟ باید بگیم که ژانر آزمون، شرط اولی آزمون مونولوگ است و همه گروه هایی که امروز در آزمون ما شرکت می‌ورزند در آغاز، یعنی در آغاز شو کنسرت ما از این ژانر، از همین بخش باید بگذارند. بله این بود مونولوگ با امیل‌های سرودی هجوی. اما اکنون نوبت رو به دیگر هنرمندان میدیم.